رفشن یار محمد صحیفه‌های اخیر رمان خود را می‌نویسد. این اثرش درباره سلطان محمود غزنوی است که در تصویر او غازی، جاه طلب و خونخوار است. میگوید بعد حبس پسرش بزرگمهر یاروف، ادوکات معروف، در این خانه زندگیش به سختی میگذرد. خود دیگه فرزندای من دخترها بود، یک خیلش تحصیل تا آخر دوام داد، یک خیلش نداد. بزرگمهر این همه جانبه بود. دادگاه شهر دوشنبه بزرگمهر یاروف را با عیب قلابی برانگیختن کینه و عداوت دینی نژادی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی به 23 سال زندان محکوم کرد. کسی دا معقول نشد که خواستن ویش کنن. نباشد این خیلی ادوکات بود. بزرگمهر یاروف ادوکات غفار مرزایف بود. در بحث سعودی با اشتراک خویشاوندان رئیس جمهور طرف مقابل را محافظت میکرد. پرونده های پرسر و صدایی بودند. آخرین تشبث ادوکاتیش تأسیس کمیته دفاع از بازداشت شدگان حزب ممنوع نهضت اسلامی بود که بعد از آن بازداشت و محکوم به زندان شد. گناهش چی بود؟ گناهش که شد که انا به چیز تفتیش به ادوکات بیوای آدم رو برده 25 سال دادن نگیرن. بزرگمهر وکیل مدافع محکوم شده در همین خانه واقع در کوچه پروین، حالا به نام میرسید میرشکر، سال 1971 به دنیا آمده است. در مکتب رقم 11 ناحیه آن وقت اکتبر، حالا اسماعیل سامانی شهر دوشنبه خوانده. دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته حقوق شناسی را در سال 1995 ختم کرده است. پس از ختم دانشگاه یک مدت در شعبه کارهای داخلی اسماعیل سامانی پایتخت به حیث مفتش فعالیت نموده، سپس به فعالیت ادوکاتی روی آورده است. تمام بود شد چه داد که هم حقیقت چی کند، اثبات کند، حقیقت جاری کند، لیکن خام زندگی در پختگی زندگی را نمیتونه. بعد محکوم شدن بزرگمهر خانواده آنها پریشان شده است. مادر بزرگمهر یاروف، هورنیسا اسحاقова را در یک گوشه دیگر شهر دوشنبه در محله چمتیپه پیدا نمودیم. وی در خانه بزرگمهر زندگی دارد. از 6 فرزند 5 تاش یک طرفه و فقط بزرگمهر یک طرفه برای من. رحمت الله زایروف، حقوقدان تاجیک، خود را استاد بزرگمهر یاروف میداند. میگوید وی وکیل با جسارت بود. من همچون وی شاگرد اصلی خود میشناسم، از جهت نه ادوکات، از جهت یک انسان پاک وجدان با لیاقت حقوق حمایتگر. زرینه نبیه و همسر بزرگمهر یاروف با 3 فرزند خردسال تنها مانده است. وی میگوید هنوز به فرزندانش نگفته است که پدرشان در زندان است. نمیدونم تا حالا که دوای هستن. خودی رو میبرم میبینم. حامیان بین المللی حقوق بشر پرونده بزرگمهر یاروف را سیاسی نامیده از حکومت طلب کردند که او را آزاد نماید.